بیشوری داستان زندگی یه مردی که متوجه هیچی در زندگیش نیست. به اتفاقات زندگی و احساسات اطرافیانش هیچ اهمیتی نمیده و هیچ کس براش مهم نیست، تا جایی که دیگر فرزندانش غذا نمیخورن و همسرش اونو ترک کنه. نزد یه روانپزشک میره، اما بعد از بیان مشکلاتش روانپزشک بهش میگه تو بیشوری، مریضی تو بیشوریه، برو یه تخته بردار، بابت هر بدی که به دیگران کردی یه میخ بکوب و بعد از اینکه تو رو بخشیدن میخا رو در بیار. مدتی بعد برگشت و با خوشحالی گفت تمام میخا رو در آوردم. روانپزشک لبخند زد و گفت کاملا درسته، اما جایی میخا مونده. یعنی ردی بیشوری هیچ وقت کاملا پاک نمیشه. پیام داستان اینه که گاهی کلماتی که از روی بیفکری و غرور میزنیم زخمی میسازد که حتی با بخشیدن هم جای آن باقی میماند. مراقب حرفها و رفتارهایمان باشیم، چون اثرشان ماندگارتر از آن چیزی هست که فکر میکنیم.